تظاهرات بازنشستگان فولاد اهواز، اصفهان، شاهرود و البرز. فولادی داد بزن، حق تو فریاد بزن. فولادی داد بزن، حق تو فریاد بزن. تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، اهواز، کرمانشاه و شوش. ما میگیم حقوق کمه، نون گرونش میکنن. فقط کفه خیابون به دست میاد حقمون. فقط کفه خیابون به دست میاد حقمون. تجمع اعتراضی بازنشستگان زغال‌سنگ کرمان، کارگران اداره برق شیراز، اعتصاب رانندگان ماشین‌های سنگین در مرز پرویزخانه قصر شیرین. مدیر سازمان آتش‌نشانی تهران: 50% از ساختمان‌های دولتی در تهران از نظر ایمنی دارای مشکلات جدی هستند. ادعای پاسدار سلامی سرکرده سپاه. آنقدر به ما تأکید کردند تا ما با استفاده از هوش مصنوعی توانستیم به فناوری برسیم که وقتی هدف را میزنیم هیچ انسان بیگناهی آسیب نبیند. وزیر خارجه اسرائیل متعهد به انهدام توانمندی حماس است. اگر حماس در قدرت بماند، هیچ صلح، ثبات و امنیتی در آینده برای دو طرف وجود نخواهد داشت. عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازگشت فلسطینیان به رفح و ورود 200 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه و جشن مردم فلسطین.